توی این ویدیو میخوایم ببینیم کدوم بازیگرای ترک زندگی سخت و پرفراز و نشیبی رو گذروندن، از ازدواج‌های ناموفق تا کودکی سخت و طاقت فرسا. اگه دوست دارین این ویدیوی دیدنی رو از دست ندید، عضو کانال لنز بشید و تا انتها به تماشا بنشینید. شماره 1. آسلی انور. طرفدارای آسلی همیشه از این همه ظلمی که بهش شده دلگیرن. آسلی زندگی احساسی سختی رو گذرونده. اون در سال 2012 با بیرکان سوکولو ازدواج کرد، اما این ازدواج فقط 3 سال دوام داشت. کاربرا بعد از شنیدن این خبر گفتن چطور ممکنه کسی بتونه آسلی رو با این همه مهربونی از زندگیش دور کنه. آسلی مهربون در سال 2016 بعد از بازی در فیلم سینمایی برادر من با مراد بوز آشنا شد، اما این آشنایی چیزی جز اذیت برای اون نداشت. در حالی که آسلی و مراد به هم علاقه زیادی داشتن، اما هر بار بحث ازدواجشون پیش می اومد مراد یه جوری پا پس می کشید. همین موضوع باعث شد بارها بینشون جدایی بیفته، جوری که طی چند سال هر بار آسلی تنهایی تولدش رو میگرفت و خبری از مراد بوز نبود. توی یکی از این جدایی ها، درست زمانی که آسلی در حال بازی توی سریال عروس استانبول بود، آسلی از دوری مراد بوز 6 کیلو وزن کم کرد. بعد از قهرمانی زیاد بالاخره این دو به دلیل درخواست آسلی برای رسمی کردن رابطه‌شون و قبول نکردن مراد بوز از هم جدا شدن. اما بعد از 4 سال قهر و آشتی با مراد بوز، زمزمه‌های رابطه آسلی با کرم تونچری به گوش رسید. این دو توی یه مهمونی همدیگر رو دیدن و خیلی زود به رابطه فکر کردن. اما زمان زیادی نگذشت که این رابطه از هم پاشید و آسلی بار دیگه شکست رو تجربه کرد. علت جدایی این رابطه خیلی کوتاه خیانت کرم به آسلی اعلام شده. آسلی دسته‌گلی که کرم برای تولدش فرستاده بود رو پس فرستاد و اینطوری این رابطه رو پایان داد. شماره 2. دمت اوزدمیر. دمت به تازگی از زندگی سخت و ملالت بارش، در حالی که خیلی اشک میریخت و احساساتی شده بود، پرده برداشت. دمت که نمونه یه زن خودساخته و قویه، کودکی خیلی سختی داشته، تا جایی که همیشه آرزوی اسباب بازی‌های همسن و سالاش رو داشته. اون بعد از طلاق پدر و مادرش زندگی سختی رو تجربه کرده. دمت روزای تلخی رو با پدرش گذروند. پدر دمت یه آدم تعصبی بود که حتی اجازه آرایش به اونا نمیداد. فضای خونه اونا یه فضای غمبار بود و اجازه هیچ فعالیتی به دمت و خواهر برادرش داده نمیشد. خواهر دمت برای تبلیغات و بازیگری انتخاب شده بود، اما به خاطر ترس از پدرش اونو پنهان میکرد. وقتی پدرش متوجه شد، دمت و خواهرش رو مدت‌ها حبس کرد و اونا فقط مشغول گریه و زاری بودن، تا اینکه بالاخره پدر دمت از مادرش طلاق میگیره و اونا راهی استانبول میشن. پدر دمت بدون هیچ پول و سرمایه‌ای اونا رو رها میکنه و وقتی به استانبول میان مجبور میشن از صفر شروع کنن. پدرش ازدواج میکنه و برادرش به آلمان میره. دمت و خواهرش برای پول درآوردن تلاش زیادی میکنن. دمت برای شروع رقص در 16 سالگی 13 کیلو اضافه وزن داشت و قد کوتاهی داشته که با سختی زیاد شروع میکنه به وزن کم کردن و تلاش، جوری که مدت‌های زیادی مجبور بوده فقط سالاد بخوره و ساعت‌ها ورزش کنه، تا اینکه به خاطر پیشرفتش توی تیم ملی رقص پذیرفته میشه و با پولش شروع به یادگیری بازیگری میکنه. شماره 3. جانسو دره. جانسو مجرده، اما روابط ناموفق زیادی رو تجربه کرده. اولین رابطه‌اش مربوط میشه به سال 1998 با نجات ایزلر که در سال 2001 به جدایی انجامید. اما نکته جالب توجه اینه که جانسو در سال 1999 در حالی که هنوز رابطه‌اش با نجات تموم نشده بود، با گوکان اوزوگوز به مدت 1 سال رابطه داشت و در سال 2000 از اون جدا شد. در حالی که همچنان با نجات رابطهش تموم نشده بود، در سال 2000 با اوکان با یولگن رابطه برقرار کرد که در همون سال هم ازش جدا شد و جدایی اون از نجات سال بعد رقم خورد.
اون در سال 2003 با کمدین معروف ترک جم ییلماز رابطش رو شروع کرد و ظاهرا قرار بود این دو با هم ازدواج کنن. در واقع میشه گفت این رابطه جانسو طولانی ترین رابطش بود تا اینکه در سال 2009 از هم جدا شدن و قضیه ازدواج منتفی شد. اما جانسو در سال 2012 وارد رابطه با جم آیدین مدیر شبکه NTV شد و بعد از مدتی از اون جدا شد. در سال 2018 شایعاتی مبنی بر رابطه جانسو دره با انگین آکیورک وجود داشت که جانسو در رابطه با این موضوع گفته که این شایعات حقیقت ندارن. در همین سال شایعات دیگه‌ای هم در مورد رابطه عاشقانه بین انگین اوستورک و جانسو دره به وجود اومد که جانسو در پاسخ به خبرنگارا گفته که او و انگین تنها دو دوست صمیمی هستن. البته توی سایت‌های معتبر رابطه اونا با هم ثبت رسمی شده و دلیل این کتمان کردن‌ها هنوزم مشخص نیست. از سال 2018 با آکین آشتولگر رابطش رو شروع کرد و گویا همچنان با همن. زندگی جانسو انقدر شلوغ پلوغه که حساب روابط ناموفقش کم کم داره از دست خارج میشه. شماره 4. سرنای ساریکایا. سرنای ساریکایا از سپتامبر سال 2010 تا مارس سال 2012 با بازیگر ترک تولگان سایشمان رابطه عاشقانه داشت. این زوج در سریال عمر گل لاله با هم همبازی بودن و رابطه اونا 2 سال ادامه داشت. جدایی از سایشمان تا مدتی موجب افسردگی سرنا شد و تا مدتی هم شایعاتی در مورد رابطه جدید اون وجود نداشت. این افسردگی به قدری روی سرنای تاثیر منفی داشت که با همه درگیر میشد. یکی از کسایی که سرنای باهاش درگیر شد سلن سویدور بود. سلن که بعد از جدایی سرنای با تولگاهان وارد رابطه شده بود، مورد طعنه و تهمت سرنای قرار گرفت که همگی از اساس اشتباه بودن. اما سرنا خیلی زود افسردگیش رو کنار گذاشت و در سال 2013 نام او در کنار نام بازیگر ترکیه‌ای پامیر پکین دیده شد. طرفدارای سرنا که فکر می‌کردن اون دیگه وارد رابطه جدید نمیشه، از شنیدن این خبر خوشحال شدن. اما خب اینم زیاد دوام نداشت. در اوایل سال 2014 اخباری مبنی بر آشنایی و روابط عاشقانه او با چاتای اولسوی بازیگر و مدل ترکیه‌ای پخش شد. اولسو یکی از همکاران بازیگرش در سریال جزرومت بود و به گفته خبرنگاران اونا در سر فیلمبرداری این سریال عاشق هم شده بودن که البته این رابطه تنها تا همون سال دوام داشت و از هم جدا شدن. در سال 2015 سرنای ساریکایا رابطش رو با کرم بورسین آغاز کرد. ظاهراً اونا رابطه مستحکمی داشتن و تا بیش از 3 سال و نیم این رابطه رو ادامه دادن. ولی بعد از خواستگاری بورسین و عدم توافق بر سر شرایط ازدواج، ارتباطشون تموم شد. بورسین بعد از تقاضای ازدواج از سرنای با شرایط عجیب و غریبی که سرنای گذاشته بود شوکه شده و از خیر این ازدواج گذشت. این اواخر در حالی که سرنا و جم ییلماز با هم دیده شدن، شایعه رابطهشون منتشر شد. اما اونا تا مدت زیادی این رابطه رو کتمان می‌کردن تا اینکه عکسی از این دو با همدیگه در سفرشون به یونان منتشر شد. جم حدود 20 سال از سرنای بزرگتره. شماره 5. برن ساد. شاید برن بی‌نواترین بازیگر در این لیست باشه. اون بعد از روابط ناموفق با آل پلکول، بولنت اینال و لون سمرکی سرانجام در سال 2012 با کنان دوغلو خواننده پاپ ازدواج کرد و از اون روز بارها و بارها زمزمه جدایشون شنیده شد. بار آخری که سر و صدای جدایشون شنیده شد به قدری جدی بود که هر کدوم از اونا در منزلی جداگانه زندگی می‌کردن. اما قسمت بعد ماجرا اینجا نیست. بدترین قسمت ماجرا اینه که برن ساد چند هفته پیش کارش به بیمارستان کشیده شد و بعد از انجام آزمایش‌های مشخص شد که به ویروس HIV مبتلا شده. خبرها حاکی از اونه که این بیماری رو از کنان دوغلو گرفته. اما ما عمیقاً دوست داریم این خبر در حد شایعه باشه و واقعیت نداشته باشه. شماره 6. بیرچ آکالای.
کی فکرشو میکرد دختر شایسته ترکیه اینقدر شکست خورده باشه؟ بیرجا رو میشه سلطان شکست عشقی معرفی کرد. از بین روابطی که داشت، رابطش با موراد اوناملیش در سال 2011 به ازدواج منجر شد، اما یه سال بعد از هم جدا شدن. اما ماجرای جدایشون اینطوری بود که بیرجا آکالای در سریالی به نام کوچک آقا با بازیگر نقش مقابلش به نام سارپ لواندوغلو علاقه پیدا کرد و یه رابطه بین اونو شکل گرفت. طبق اخبار بیرجا آکالای با وجود ازدواج با موراد اونالمیش تن به خیانت داده و با سارپ لواندوغلو که یه آدم خوشگذرونه رابطه برقرار کرده. این خبر به سرعت پخش شد که بیرجا و سارپ در پشت صحنه سریالشون در منزل هم سر میکنن. گفته میشه موراد اونالمیش قرار بوده در این سریال بازی کنه که به خاطر ماجرای این خیانت از بازی انصراف داده. بیرجا سال 2014 با سارپ لواندوغلو ازدواج کرد و سال 2018 از اون جدا شد. شماره 7. توبا بویکوستون. شاید توبا الان زندگی خوبی داشته باشه و از زندگی کنار دوقلوهاش خوشحال باشه، اما زندگی با مردی مثل اونور سایلاک رو از دست داد، اونم به دلیلی که خیلی دور از ذهن بود. گفته میشه دلیل جدایی توبا از همسرش بددلی اونور سایلاک نسبت به زیبایی توبا بوده. توبا بعد از اینکه از ناراحتی این جدایی خودش رو رها کرد، با تاجری به نام امود امیرگن آشنا شد، اما اوایل خانواده امود با این ازدواج مخالف بودن. بعد از اینکه خانواده امود راضی شدن، امود و توبا به دلیل اینکه امود از توبا خواسته بود که دوقلوهاش رو رها کنه، از هم جدا شدن و اینطوری بود که توبا باز هم تنها موند. شماره 8. سونگول اودن. دلیل جدایی این یکی دیگه خیلی جالبه. سونگول با کیوانش تاکلیتوف در سریال نور همبازی شد و همسرش بازیگر ترک جانبرگ اوچوچو که در سال 2002 با اون ازدواج کرده بود، به خاطر حسادت به کیوانش برای بازی در مقابل سونگول از اون جدا شد. این جدایی در سال 2011 رخ داد و برای همه خیلی عجیب بود، اما زندگی ناموفق سونگول به همینجا ختم نمیشه. اون در سال 2010 قبل از اینکه از جانبرگ طلاق بگیره، با بازیگر معروف ترک کرم آلیشیک همکارش در فیلم بخش 72 آشنا شد، ولی در سال 2015 از هم جدا شدن و دومین شکست عاطفی سونگول رو رقم زد. شما از این داستانه پشت پرده بازیگرها خبر داشتید؟ به نظرتون چی باعث میشه که ما فکر کنیم بازیگرها همونطوری که توی فیلم‌ها دیده میشن هستن؟ حاضر توی موقعیت این بازیگرها بودید؟ نظرتون رو برامون کامنت کنید و این ویدیو رو لایک کنید.